توی دنیا همیشه رئیس رؤسای مواد مخدر، کارتل‌ها و باندهای خلافکاری می‌اومدن یه سری ماشینا که مخصوص خودشون بود استفاده می‌کرد. حالا یا به خاطر اون کاربردایی که داشت بود یا به خاطر عشق و علاقه اون رئیس رؤسای اون باند. امروز با هم قراره که 9 تا از این ماشینا رو بررسی کنیم. ببینیم که داشته باشیم. شماره اول یعنی ماشین رسمی کارتل‌ها BMW E38. چون که این همون ماشینیه که وقتی مافیا میخواد بگه که من پولدارم ولی لازم نیست بهت اثبات کنم انتخابش میکنه. موتورش V12 با یه شتاب عالی و کابینی که با چرم و چوب خاص دیزاین شده. دلیل محبوبیتش هم بی‌صدایی و اون راحتی غیرعادی که داشت بود. ECUH همیشه به عنوان ماشین شناخته میشد که برای اون ملاقات‌های خطرناک استفاده میشد یا معمولا به خاطر جابجایی اون افراد مهم توی اون گروه یا اون باند خلافکاری. شماره سوم تویوتا سنتوری که نماد قدرت یاکوزا و سیاستمداران ژاپنی بود، یه چیزی فراتر از این ماشین عادی بود. این خودرو بیشتر یک جورایی نماد فرهنگی ژاپن بود که مخصوص امپراتور، نخست وزیر و البته رئیس یاکوزاها بود. موتور V12 که زیر کاپوتش بود تا سال 2017 کار شد و از سال 2017 به بعد موتور V8 که با قابلیت هیبرید بود روش کار شد. البته اینم بهتون بگم که اون چیزی که باعث خاص شدنش بود سکوت مطلق و اون کیفیت خیلی خاصی که داشت بود. یعنی صندلی اون ماشین رو با چرم گاف درستش نکردن بلکه از پشم دستدوز استفاده کردن، چون صدای حرکت بدن رو می‌خواستن یه جوری کمتر کنن تا به اون سکوت مطلق توی کابین ماشین برسن. شماره چهارم غول آمریکایی کارتل‌ها یعنی کادیلک اسکلید که علاوه بر این که ماشین خلافکارا بود، ماشین پلیس هم بود. حالا توی آمریکا اگه مثلا بخواید داد بزنید که داداش من یه خلافکارم، انتخاب شماره 1 کادیلاک اسکلیده، چون جا داره، قویه و یه موتور وحشی و خشن هم داره. این ماشین محبوب بسیاری از کارتل‌های مکزیک و گروه‌های مافیایی آمریکاست، چون هم میتونه افراد زیادی رو جابجا کنه، هم برای اسکورت عالیه. شیشه‌اش ضد گلوله و یه تعلیق خیلی نرم داره. قابلیت تیونینگ بالاش هم باعث شده که لقب قلدر لوکس خیابونا رو بهش بدن. شماره 5 لینکلن تون. ببین ماشین رسمی مافیا کلاسیک آمریکاه. اگه به فیلم‌ها دقت کرده باشی از دهه 70 تا 90 این ماشین پای ثابت صحنه‌های مافیایی بود، چون که بزرگ بود، نرم بود و بی صدا بود. کاملا مناسب بود برای خلاف کردن. این ماشین معمولاً به شکل لیموزین استفاده می‌شد. آدمای مهم میتونستن راحت عقبش بشینن ببین که کسی متوجه بشه رفت آمد کنن. و شماره 6 رولز رویس فانتوم، نماد احترامی که خریده نمیشه. توی دنیای مافیا رولز رویس همیشه یه پیام واضح داره، اونم اینه که من پادشاه این شهرم. فانتوم ترکیبی از سکوت و قدرته. چیزی که باعث شده مافیا عاشقش بشه اینه که فانتوم با هیچ ماشینی اشتباه گرفته نمیشه. ظاهرش همیشه طوریه که ناخودآگاه آدمو میکشن کنار. این ماشین معمولا انتخاب رئیس‌های رده بالاست، نه افراد معمولی، چون فانتوم هم لوکسه هم ترس ایجاد میکنه و در کنار اینا یه احترام خیلی خاصی هم براش دارن همه. برای اسکورت‌های VIP یا ورود به مراسم‌های خیلی خاص فانتوم همیشه یه حس هیبت و اون ترس رو توی آدم ایجاد میکنه. خیلی گروه مافیایی همیشه دنبال این ماشین بودن. و شماره 7 که نمیدونم تلفظش درست میگم یا نه، رنج روور وگو یا وگو یا همچین اسمی داره که انتخاب شماره 1 مافیا روس و کلا مافیاهای اروپاه. رنج روور همیشه یه ترکیبی از لوکس بودن و علاوه اون قدرت بوده. مافیا روس و اروپا عاشق این ماشین بودن چون هم ارتفاع خیلی بالایی داشت، هم یه ظاهر خیلی باوقار داشت. هم میتونه یه جوری از هر مسیری که دلش بخواد رد بشه. کابینش جادار، امنه و قابلیت ضد گلوله شدنش خیلی جاها باعث شده که انتخاب شماره 1 مافیا روس باشه. در واقع رنج روور یه پیام داره، اونم اینه که من پولدارم ولی لازم نیست که جیغ و داد کنم که پولدارم. برای اسکورت و جابجایی افراد مهم، حتی عبور مسیرهای خارج شهری، انتخاب اول مافیاها بوده. و شماره 8 BMW M5، قاتل سریع و بی صدا. ببین اگه E500 پدرخوانده بود، M5 یه قاتل حرفه‌ای توی دنیای مافیاست. پرقدرته چون 394 اسب بخار قدرت داره. هندلینگش همیشه زبون زد ماشین بازا بوده و ظاهرش هم نه بیش از حد اسپورت بوده نه اجرای کسل کننده بوده. برای همین خیلی از کارتل‌های اروپایی عاشق BMW M5 بودن. سه تا دیگه از ویژگی‌هایی که BMW M5 داشتن این بود که سریع، دقیق و خیلی قابل اعتماده. خیلی‌ها معتقد بودن که E39 بهترین سدان اسپورت تاریخه و همین اعتبار باعث شد که تبدیل بشه به یه اسطوره تو بین کارتل‌ها.
شماره 9 شورلت سابربند که ماشین عملیات مخفی بوده که هم سالات در اختیار پلیس هم در اختیار کارتلا. یه جورایی یه اسکورت خیلی وی آی پی محسوب میشه چون قدرتش خیلی زیاده، فضاش فوق‌العاده بزرگه، قابلیت ضد گلوله شدنش باعث شده که اون انتخاب اول برای موقعیت خیلی حساس باشه. ظاهرش زیاد جلب توجه نمیکنه ولی از نظر عملکرد یکی از کارآمدترین ماشیناست. خیلی وقتا اون عملیات‌ها و جلسات مخفی و اون جابجایی افراد مهم توی حالا آمریکا معمولا با این ماشین انجام می‌شده. خب بچه‌ها حالا شما میگید که بین این 9 تا ماشین کدومشون حس مافیایی بیشتر به شما میده؟ امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. اگه خواستین چنل رو سابسکرایب کنین و اینکه لایک و کامنت هم یادتون نره. خدا نگهدار.